خب من اینجا پولک ها رو دوختم تا نصف قرمز دوختم و برای اینکه یه هایلایت ملایمی بهش بتونم بدم 3-4 تا دونم لابلاشون کالباسی دوختم. حالا من دیگه نمیخوام با پولک ادامه بدم، من میخوام با منجوق دوباره تا نصفه بیام و مابقی رو دوباره با منجوق سفید 7 رنگ تا نصفه کار دوباره بیام و مابقی رو، یعنی قسمت انتهایی گلم رو سفید مات بزنم تا بتونم یه هایلایت درست کنم. شما میتونید این کار رو انجام ندید و همینطور ساده به کارتون ادامه بدید. برای دوختن منجوق ها نکته خاصی وجود نداره. شما از هر روشی که دوست دارید میتونید انتخاب بکنید و استفاده بکنید. یه چیزی که فقط خیلی حائز اهمیت یه جور اسطوره گرگایی که همه داده هایشون میدن که از سیارت ها هم بزرگتره، ولی حداقل اتمسفرش قابل تنفسه. همه داده هرچی مختلفتر میشه، حتی نمیدونه کجای کهکشانی یا حتی اگر الان تو کهکشان خودمون باشیم. چی؟ خب سیستم سنتری خوب به نظر میاد ولی ما دلیلی هست کار نمیکنه. من یه چیزی دیدم، یه انعکاس بالای تپه ها. من که چیزی نمیدیدم. منظورت چیه؟ فقط نزدیک انتخاب میچشیدم وقتی بقیه رو میکشم تا انتقام از تو بگیرم. و عشق سوزتر بفهمی گناه تو رو تعریف نمی کنه تو گناه تو تعریف میکنی. تنها عشقی که تو قبلا وجود داشت با اتفاقاتی که افتاد کاملا تصدیق شد. پس حال عشق میرسی یه سنتون. اما من میرم سادگیش اون فقط چیز منه. اون سرنوشت تو نیست. من دوستش